عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم است و به تلخی گذرد نیم نفس بسیار است. ما این بیت رو بسیار شنیده ایم و اطراف آن نیز تفکر کرده ایم. بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. این برنامه چراغ هدایت است و در صحبت ما استاد خواجه میرов معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت. استاد خوش آمدید میگم. بیننده‌های عزیز، ما این نوبت در مورد شناخت وقت صحبت میکنیم. انسان برای عالم می آید، یک فاصله هست که نام آن عمر. برای طایفه تا 100 سال، برای طایفه تا 90 سال، برای طایفه از اون کم. اما در فاصله بودن هر کس به این عمر که هر یک آن مرحله فاصله با وقت شناخته می شود بها و شناخت خود را دارد. ما این عمر خود را، این وقت خود را چگونه میگذرانیم؟ اصلا از روی واقعا هم تعلیمات درستی انسانی فکر کنیم. انسان در روی زمین باید طور زندگی کند که از خودش باید کاری نیک، نام نیکی گذارد و کاری نیک و نام نیک این پیش از همه از عمل انسان وابسته است. استاد عزیز، من سوال نخستین من نیز از همین است که به سبب از همون بیت آغاز نکردیم. اسلام عزیز در مورد شناخت و احترام گذاشتن به وقت چی گفته است؟ چی تعلیم داده است؟ مرحمت. به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند به فرستاده او حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و ازکی السلام. حقیقتا موضوعی که انشاءالله ما مطرح میکنیم یک موضوع داغ روز است، چون که هر یک انسان به قدر و قیمت از همه بزرگترین نعمتی داده الله این که وقت هست، حیات هست، باید که رسد. وقتی که ما به نگاه اسلام و تعلیمات های مبین اسلام و آیات های قرآن عظیم شان نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی و جمیع آن مخلوقات هایی که در نزد او بزرگ هستند، عظمت دارند، قدر و قیمت دارند، به همون چیزها قسم میخورد. یک چیز باید ما بیان کنیم که الله خودش فقط اختیار دارد و چی چیزی که قسم خورد، انسان ها نه. انسان ها را خداوند فقط دستور داده است که به نام الله قسم خورند، اما به غیر الله قسم خوردن این درست نیست از نگاه اسلام برای مخلوقات ها. اما الله سبحانه و تعالی خودش به کدام چیزی که خواهد قسم میخورد. لیکن علما ها میگن که الله با از همه چیزهایی که در نزد او قیمت دارند، منزلت دارند، به همون چیزها قسم میخورد. بعد از قسم خوردن میگن یک چیز خیلی هم بزرگ بیان میکند. الله خودش جل شأنه قسم هم که نخورد، گفتی او حق است، ما بندگان الله هستیم، ایمان به او داریم. لیکن از سبب بزرگ بودن بعضی چیزها را برای ما و شما بیان کردن به همون چیزها قسم میخورد. از آن جمله آن چیزهایی که قسم میخورد امروز آن همون موضوعی که ما مطرح میکنیم. به وقت خداوند قسم میخورد، به حیات انسانیت قسم میخورد. از این معلوم شده است که وقت حیات برای ما و شما که الله داده است، گرچنده که یک ذره هم که باشد در نزد الله و یک منزلتی بزرگ دارد. وقتی که یک چیز در نزد الله که منزلتی بزرگ دارد برای ما و شما دادگی است، از وی دقیقاً با پرسش میکند. در آیتی که از همه کوتاه‌ترین سوره که در قرآن ذکر شده است این سوره والعصر است. حتی یکی از امامان مذهب ما میگویند که اگر خداوند تمام 113 سوره که در قرآن بود و همون 113 سوره را نازل نمیکرد، ان همین سوره کوتاه‌ترین قرآن که خداوند به قسم به وقت سر کرده است همین سوره را نازل میکرد، برای سعادت انسانیت همین سوره کفایت میکرد. والعصر ان الانسان لفی خسر. پروردگار در این آیه کریمه چند حروفات های قسم هست، وا هست، به هست، تا هست، یعنی قسم به وقت گفته خداوند قسم خورده است. از این معلوم میشد است که وقتی که خداوند برای ما داده است بندگانش از همه بزرگترین نعمت در نزد الله. مادامی که وقت بزرگترین نعمت در نزد الله باشد، البته به قدر این نعمت الله رسیدن در کار است. شکرگزاری از این نعمت الله، شکرگزاری از وقت، این به هر یک ثانیه و دقیقه وقت یعنی غنیمت دانسته به قدر وی رسیدن است. در شرح همین آیت کریمه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یکی از صحابگان جلیل که در علم فقه از همه داناتر صحابه هستند، میگن که
ما ندمت على شيء اکثر من یوم نقص فیه الاجل ولم یزد عمله. صحابگان رسول الله رو ما بینیم که به قدر و قیمت وقت چقدر میرسن. میگن که در حیات من میگن از همه پشیمانترین یک چیز برای من است، همون چیز یک روزی من گذشتگی باشد و یک دقیقه همون روزی من به منفعت گذشته باشد. یک روزی حیات من کم شده باشد و در همون روزین حیات من نسبت روزی گذشته دیگرم یک عمل زیاده برای خاطر رضایی الله کردگی نباشد. این سخن عبدالله ابن مسعود است و یکی از تابعین ها که این کس حسن بصری هستند. حسن بصری میگویند که این کس گرچند که پیغمبر هم که نباشند اما سخن هاشون به مانند سخن پیغمبر ها است. سخن همین کس میبرم میگن که البته یکی از علماهای مشهور هستند. میگن که حسن بصری میگویند که ما من یوم یطلع فیه الفجر فیقول بلسان الحال انا خلق جدید على عملك الشهید فاغتنمنی فانی لا اعید حتی یوم القیامه. میگویند که وقتی که همین هر روز میشود، همون روز میگن با زبان خودش به هر یک انسان مراجعت میکرده است. همون وقت از سرشویش که روز سرشوی وقتی ما که از بامداد سر میشود، وقتی که همون بامداد که روز نو سر میشده است و زبان خودش به هر یک انسان مراجعت میکرده است. میگه که انا خلق جدید، من یک آفریده نو برای تو هستم. فاغتنمنی، من غنیمت دان، از من غافل مشو، چون که من عملهایی که تو امروز میکنی در نزد الله برای تو گواه میشوم که تو من غنیمت دانسته، تو من استفاده برده، تو در این روز از من استفاده برده. چی منفعت برای خودت، برای دینت، برای دنیایت، برای پدرت، برای مادرت، برای وطنت، برای ملتت چی کار کرده؟ گفته پیغام من در نزدگاه الله من گواه میشوم. از این روایت ها از آیت کریمه سر کرده و از روایت های صحابگان سر کرده و از تابعین سر کرده ما مشاهده میکنیم که وقت چقدر در نگاه اسلام منزلت دارد، چقدر قیمتترین نعمت است. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح که حدیث متفق علیه است میگویند که از همه دقیق خداوند بندگانش میپرسد از 4 سوال است. یکمش از ان همون وقت و ساعتی که انسان از سر میگذراند. حتی این سوال ها را پیغمبر خدا با یک مضمون اعجازانه که تنها این سخن ها از زبان پیغمبر میبراید و این اعجاز به این قدر پرمضمونی از زبان دیگر مخلوق برآمدنش دشوار است. پیغمبر خدا چه میگن در این حدیث؟ لن تزولا قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40. حتی یکی از مورخان غرب که اسلام قبول کردنش همین حدیث هست میگوید که وقتی که من حدیث های پیغمبر به زبان انگلیسی که ترجمه شدن کتابی که گرفتم در سرسویش نام محمد پیغمبر بود و بعد از پیغمبر این سخن را که مشاهده کردم میگن در تعجب موندم که از زبان یک انسانی که عامه نه خواندن میتوانست نه نوشتن میتوانست، لیکن این سخنی که از زبان مبارک وی برآمده است این سخن را از زبان دیگر مخلوق برآمدنش من در گمان هستم. گفته بلا فور، یعنی اعتبار، اجتهاد، تفکر علمی درباره حیات محمد کردم و بعد از چندین وقتها بردن کارهای علمی اسلام قبول کردم که سبب قبولیت اسلام من ان همین حدیث پیغمبر شد. پیغمبر خدا چه میگن؟ لن تزولا قدم عبد، قدم های هر یک انسان از همدیگر جدا نمی شود تا به مادامی که از 4 چیز پرسیده نشود. یکم همون پرسش ها چی هست؟ ان حیاته فیما افنا، عمرت، وقتت در کجا صرف کرده، حیاتت در کجا صرف کرده. گفته خداوند سوال اولینش از حیات انسان ها بوده است. مادامی که حیات ما از حدیث ها فهمیدیم که اینقدر قیمت ترین چیز باشد، البته الله سبحانه و تعالی از هر یک دقیقه وی یعنی میپرسیده است.
از برای خاطر همینم از نگاه اسلام از همه بزرگترین نعمت این وقت است و ترغیب و تشویق برای استفاده و به منفعت بردن این نعمت الهی یکی از مسائل مهم از روی نگاه شریعت اسلام است. تشکر استاد. تشکر. و سوال نوبتی من ادامه منطقی هم مسئله که شما آخر اینجا مطرح کردید در من پس وقت را ضایع گذراندن نیست در تعلیمات دینی مبین اسلام به شمول گناه شامل می شود. همین گناه است. البته وقتی که ما به گناههای کبیره نگاه میکنیم یعنی نعمتش انسان ضایع کردن در جگرجا صرف کردن یکی از گناههای کبیره است. مادامی که وقت از همه بزرگترین نعمت خدا حساب می شده است البته این نعمت وقتی که ما این وقتی که ضایع کردیم این ناشکری از همون نعمت الله می شود که خداوند بندگان ناشکری که وقتی خود ضایع میکنن نه به فایده خود نه به فایده جمعیت نه به فایده ملت نه به فایده دین نه به فایده همسایه نه به فایده شخص دیگر بیکار میگذارن از جمله یعنی ضایع کنندگان نعمت الله و یکی از گناههای کبیره حساب می شود. ما دلیل این گفته ها آیات های قرآن مثال می بیاریم که خداوند در سوره اسراء میگوید که ولا تبذر تبذیرا، انسان ها شما وقتهای خود ضایع نکنید، نعمتهای خود اسراف نکنید. در دوام آیت خداوند چی میگوید؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که نعمتهای دادگی خود شکر نمیکنن خصوصا وقتی خود ضایع میکنن اونها برادران شیطان هستند. گفته خداوند در قرآن تفسیرش میکند طبق همین آیت کریمه. البته ضایع گذرانیدن وقت یکی از گناههای کبیر حساب می شود. تشکر استاد. یک چند برنامه داشتیم در مورد شناخت وقت با جوانان. اونجا یک وقتی از نفران کلانسول پرسیدیم که با اندیشه شما جوانان امروز در شناخت وقت خودشان تا کجا با شعوران مناسبت میکنند، تا کجا وقت خود را ضایع نمیگذارند. خب گفتند که مثلا طایفه هستند که واقعا وقت خود را میدانند و بسته به اون تقسیم میکنند و طایفه بیشتر گفتند که امروز به جوانان انا همین تکنولوژی معاصر، انا همین رشد امکانات های تکنولوژی مخصوصا پیدا شدن تلفن های موبیلی، اسمارت فون ها، اینترنت، جوانان بیشتر گویم سر این چیز میشنن، از این تلفن های موبیلی بسیار استفاده میبرند و این چیزی که گفتید در مورد خبر گرفتن یک نفر از پیوندان خود، همیشگی مثلا اطاعت کردن به گفته والدان خود، همیشگی به اون گویم وقت نمیابند. گفتنی مضمون گذشته از این طایفه دیگر گفتن وقت نمیابند، نه برعکس گویم نادیده میگیرن این مسئله رو. ما میخواستم در مورد جوان گویم شناخت این همین قدر وقت از جانب جوانان بیشتر کی باید برای آنها تلقین کند که واقعا این بسیار گوهری نایاب است. به خاطر اونه که حاضر اون استاد اگه خطا نکنم جمال الدین بودن یا جمال الدین بود نامشان، از دهی وارخ بودن. با اتفاق یک کاری ایجادی وارخ رفتیم و با همان نفر بسیار آموزگاری بگوییم سابقه دار، روانشان شاد باشد، امروز این عالم را ترک کردند، ترک گفتند، به حسرت گفتند که در آسایشگاه زمرد بودم و دو نفر جوان دیدم. اون نفری که گوییم دست و پایشان میانشان در میکرد و کمی گوییم کوز پوشت بودن، یعنی خم شده راه میرفتند با عصا. و دو جوان از آنجا خندان آمدن روبروی من و گفتن که بابا اینقدر زمین به خم شده چی جسته ایستاده؟ و نگاه کردم و دیدم خیلی جوانای باز داشتم و یک دو نصیحت کردم، گفتم نبیره‌های عزیز من جوانیم رو میجویم. و از اون گفتند و بعد اشک ریختند و هنوز ما اشک استاد از پیش چشمان من نمی رود که مثلا این حکمت جایی نیست شنیده بودم، اما استاد بسیار پرمضمون با اونها جواب دادن در تکیه به همون حکمت که امروز در کلام سوالیشان گوییم آدمون لشاید افسوس خوردند به اون لحظه هایی که جوانشان شاید یک اون لحظه ای که گوییم بی موارد وقت من گذراندم، اما چون کلان شدم آه کنی اون روزهای جوانی. در همون حدیثی که گفتیم خداوند شاید که به همون یک سوال از حیات انسان ها میپرسید کفایت بود، چون جوانی هم در داخل حیات، لیکن خداوند
از سبب جوانی مرحله نازکی حیات انسان که در جوانی انسان بسیار قدرت و توانایی دارد برای خاطر کار کردنش، برای خاطر منفعت رسانیدنش به مردم، پیش از همه برای خاطر اصلاح خودش بسیار توانایی، هوش، بینایی، قدرت، توانایی دارد. از برای همین پیغمبر خدا بعد از این با جوانی را استثناء کرده، گفتن که و عن شبابه فیما افنا، یا و عن جسده فیما ابلا. پیغمبر خدا گفتن که دومین سوالی که خداوند میپرسد از انسان ها، از حالت جوانی انسان ها میپرسد که جوانیت در کجا و کدام کار و کدام منفعت تو گذراندی. از این معلوم میشد که حقیقتا جوانی یک مرحله خیلی هم بزرگ انسان، یعنی انسان خوشبخت یا که بدبخت میکرده که مرحله است. انسانی که به قدر جوانی، به قیمت جوانی اگر رسد، انشاءالله انسان یعنی نیکبخت می شود، خوشبخت می شود در حالت تواناییش. چطور که شما گفتید از همون، البته هر یک چیز استفاده بردن در کاری که هر یک چیز وقت دارد، ساعت دارد، معیار دارد. به همون معیاری که انسان خداوند حیاتش که تقسیم کرده است، به همون معیار تقسیمات شریعت البته به کارهای وی هم ساعت است مشغول شود، اما خبر گرفتن خویش و تبار، سیلی رحم کردن، به دیگر کارهای خوب و شایسته مشغول شدن، اینه که از برنامه حیات هر یک جوان است، هر یک جوان مؤمن است. حتی در همین باره یک روز حضرت عمر رضی الله عنه روز جمعه بود، بر آمدن چطوری که گفته یک گروه جوانهای خیلی هم تنومند دیدن که نماز جمعه تمام شد لیکن در اطراف مسجد نشسته هستند نمیرن. گفتن که ای جوانها نماز جمعه تمام شد، شما اونجا چیکار هستید؟ و گفتن که نحن متوکلین، ما متوکل ها هستیم. گفتن متوکل ها هستید؟ چه خیلی متوکل ها هستید؟ همین جوانه میشینیم صحبت کرده، یک چیز بیاد میخوریم، نه بیاد میگردیم. حضرت عمر خیلی هم در غضب اومدن، گفتن ان الله لم ينزل من السماء ذهبا ولا فضة فانفروا. گفتن که خداوند از آسمان برای شماها متوکل ها نه طلا نازل میکند نه نقل نازل میکند، شما پراکنده شوید، روید از پس جستجوی رزق و کسب خود شوید. گفته حضرت عمر یعنی ترغیب کردن. حتی یک جوان در زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدن که یک جوان خیلی هم یک کاسب خوب است، دیگه سنش به بلاغت نرسیده است. شاید که زید ابن ثابت بود، صحابی جلیل، اسمش از خاطرم فراموش شد. شاید که زید ابن ثابت پیغمبر خود دیگر ها جمع کرده، گفتن که نزد زید آید ببینید که این جوان چقدر جوان یاش است، اما و اینقدر کسب و هنر. باید که هر یک جوانی مومن، هر یک جوانی مومن گفتن پیغمبر خدا از همین صحابه، از همین به بلاغت نرسیده، اینقدر کسب آموختن اینقدر ماهری این تعلیم، هر جوان مسلمان باید که حیات خود پرثمر در راه علم و هنر گذراند. گفته پیغمبر خدا ترغیب کردن. و حتی یکی از صحابگان جلیل پیغمبر خدا دستور دادن که برای خاطر آموختن زبان ها، اون صحابه هم خیلی هم صحابه پرذهن بود است که در دوام 17 روز گفت زبان سریانی را یعنی یاد کرد. بعد پیغمبر خدا دعوت کرده، گفتن که امروز از تمام گوشه و کنار برای من مکتوب ها میبیان، وفد ها میبیان، نفر ها میبیان، من به ویها ترجمان در کار است. وقتی که دیدن که این جوان در مدت 17 روز این زبان را خیلی یاد کرده است، همه را جمع کرده، گفتن که باید که این نمونه جوان های مسلمان هست. باید که هر یکی شما جوانی را به مانند همین جوانی که در مدت 17 روز یک زبان مشکل ترینه که یاد کرد، این عبرت برای دیگران است. ما حقیقتا به تعلیمات پیغمبر خدا معلم بشریت نگاه میکنیم که به قدر جوانی رسیدن، به قدر نعمت حیات رسیدن در هر یک کردار پیغمبر، یا که در هر یک اقوال پیغمبر، یا که ما به خود کردار پیغمبر نگاه میکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای لحظه وقت ضایع نگذرانیدن خداوند یک چند دستور میده، میگه که فاذا فرغت فانصب. ای پیغمبر تو وقتی که در روز در این کار دعوت و در کار اسلام اگر تمام کرده، تو با فراموش خاطر و با فراخاطر نشو، رفته باز عبادت زیادت برای خودت با کسب کن. گفته خداوند نه به پیغمبر ترغیب میده. از این معلوم همه که وقت را ضایع نکنید. خالد ابن ولید در یک سخن خود میگن که الوقت کالسیف
فإن لم تقطعها فیقطعک. میگن وقت به مانند شمشیر است. اگر از همون شمشیر تو استفاده برده کارهای خوب به جا نبیاری و شمشیر تو رو میبرد. یعنی وقتت که ضایع شد پگاه در پیشگاه الله از این وقت دادگی تو یعنی پرسجو کرده میشوی. وقتی که ضایع کرده، وقتی به منفعت که گذرانیده، حتما تو در پیشگاه الله با مسئولیت دچار میشوی. تشکر. استاد، یک سوال نوبتی من از مشکلات امروزی جوانان است. سخن درباره وقت گفتیم. در یک فاصله دوامی 5-6 سال اخیر یک طایفه از جوانای ما افراط شدند و گروه های تندرو به احزاب تروریستی اکستریمیستی اعضا شدند. والدانشان بیخبر ماندند، چون مقامات های حفظ حقوق و قدرتی کشور سر این موضوع کار بودند برای پیشگیری، آنها آشکار شدند، دستگیر شدند. طایفه از آنها به سالهای زیاد حکم حبس گرفتند. و همیشه که وقتی چنین خبرها پخش می شوند، نفران کمانسال پیش از همه اولین سخنی که میگویند عمرش ضایع شد، عمرش را نابود کرد، حیاتش را، وقتش را ضایع کرد. یعنی این ایامی که او باید علم آموزد، علم راهی درست، کاری درست، اما او راه بد را انتخاب کرد. راهی انتخاب کرد که نه تنها گوییم وقت خود را سوزانید، همچنین گوییم برای اهل و ایال خودش، برای پیوندان خودش، اولاد خودش یک مشکلی را نیز مواجه روبرو کرد. من میخواستم ان همین مورد را در همین مورد اندیشه شما را پرسیده باشم که واقعا ان همین یک نشناختن وقت بود که به چنین حال رسیدیم و گذشته از این از جانب والدان شاید ان همون وقت درست تربیت نشد برای فرزندان که گوییم ای فرزند عزیز باید در برابر آن که مثلا من مسئولیت تربیت رو دارم، من مسئولیت تقسیم وقت تو رو باید گوییم آموزانم برای تو. حقیقتا کدام وقتی که به منفعت انسانیت به فایده نگذارد همون وقت ضایع، حقیقتا وقتشان ضایع کردن گفتن کلاسوانان درست است. چون که به همگان معلوم که از سبب شاید که گمراه شدن بعضی جوان ها، ندانستن قدر خود و جوان هایی که به این راه رفتن، به این راه های افراطگرایی رفتن، آنها نه تنها نشناختن وقت بلکه نشناختن خویش، شخصیت خود را که نشناختن. وقتی که انسان شخصیت خودش که نشناسد، خودش برای خاطر چی خلق کرده شده است، از این چیز بیخبر که باشد و نه به وقت قدر میرسد، نه به قدر سخن پدر و مادر میرسد، نه به قدر دیگر چیز میرسد. جوانان ما حقیقتا اون جوانانی که گمراه شدن همین خیلی پیش از همه ویها به قدر خود نرسیدن، نفهمیدن که خداوند ویها را در این دنیا برای چی خلق کرده است. این را ندانستن. وقتی که انسان این چیزی که ندانست البته گمراه می شود. یکی از سبب‌های گمراه شوی اون جوان ها همین. دویمش همین البته مسئولیت پدر و مادر هم هست. پدر و مادر اون تعلیماتی که خداوند در قرآن، اون مسئولیتی که پیغمبر خدا برای هر یک فرد مسلمان که مسئولیت فرزند در گردن پدر و مادر است، از سبب هوای به جا آوردن شاید که یک سبب گمراه شوی جوان های ما همین شد. البته سبب سوم هم هست. در این باره پیغمبر خدا میگن که جمعیت خودش را هم به طرف نگیرد. این نه تنها وظیفه پدر و مادر است، نه تنها وظیفه استاد و مدرسان و معلمان است، بلکه یعنی مسئولیت جمعیت هم هست. وقتی که جمعیت خودش که از این چیز خودش کناره که گرفت، در همین باره میبینید که جوان ها گمراه میشوند. حقیقتا در همین باره یک سخن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی همچون درس برای اون جوانانی که گمراه شدند، شاید که آمده توبه کردند با از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی چندین ویها یعنی همش عفو شدند و شاید که بعضی جوان ها در ذهنشون، در مفکورشون همین خیلی فکرهای خطای گمراه کننده باید باشد. برای هوای ها یک درس هست که یک چیز گفتنی هستیم که یک جوان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت که یا رسول الله، گفت من میخواهم که همراه شما جهاد روم. همین قدر شوق داشت، همین قدر هوس داشت. پیغمبر خدا گفتن که تو آیا پدر و مادر داره؟ بله پدر و مادرم زنده هستن. پیغمبر خدا چی گفتن؟ از همراه من به جهاد رفتنت بهترین چیز اون چیزی هست که تو خدمت پدر و مادرت کن. از این معلوم میشد هست که خدمت پدر و مادر در اینجا مونده، فرزند خدمتش مونده برای
آدمکشی، برای بیرحمی، برای دهشت و وحشت رفتن، البته ضایع کردن وقت خود است که پگاه خداوند از اون جوانانی که در جوانی وقتشون بعد که به دیگر چیز صرف میکردن، به دیگر چیز پیغمبر خدا دستور میدن، لیکن دستور الله، دستور خداوند که علم آموختن، برای دین خدمت کردن، برای جمعیت خدمت کردن، برای آباد کردن وطن خدمت کردن که دستور الهی است، اینها رو یک طرف گذاشته رفته از نام اسلام آدمکشی و دهشت و ترس و بیم و به نام اسلام زیان آوردن، البته این ضایع کردن وقت است. تشکر زیاد برای شرح این موضوع و راستی من فکر میکنم ما در برنامه‌های نوبتی وابسته به پهلوهای دیگری این مسئله که بازم دامنی فراخ دارد حتما برمیگردیم. استاد رحمتی کلام برای اشتراکتان و شرح موضوع. اینجا برنامه چراغ هدایت توصیه انجام میگیرد. خیر تا برنامه نوبتی، خانه آباد و سربلند باشید.